با سلام خدمت شما دوستان عزیز. تو این بخش از آموزش می‌خوایم در مورد انتقال داده به کامپوننت ها صحبت کنیم. در ادامه جلسه قبل که ما یک کامپوننت آرتیکل رو ایجاد کرده بودیم و کلاسش رو اینجا به وجود آوردیم و یه ویوی article.blade رو برای ما اینجا توی ویو به وجود آورد، تونستیم با تگ x-form اسم پوشمونه و اسم آرتیکل که اسم کامپوننتمونه یک کامپوننت رو ایجاد کنیم که توش مقدار هلو ورلد داده بودیم و اینجا توی خروجی به ما نمایش میده که من میتونم توی این قسمت بیام و این تگ بستش رو بردارم و به جاش بیام توی این قسمت از یک اسلش استفاده کنم و بخوام کامپوننتم رو اینجوری هم نمایش بدم. حالا برای ارسال اطلاعات به کامپوننت من میتونم مستقیم بیام و توی این تگ یه استرینگ رو در نظر بگیرم واسه این متنی که جا قرار دادیم. میخوایم به جای این متن از یه استرینگ استفاده کنیم و بخوایم اینجا اون رو معرفی کنیم و بفرستیم براش. به عنوان مثال یک مسیج رو به وجود میارم و اون رو مساوی قرار میدم با این چیزی که اینجا نوشته شده و میام توی این قسمت و با دو تا آکولات پشت هم دالر مسیج خودم رو صدا میزنم. اما خب اینجا اون مسیج من رو نمیشناسه و من باید بیام داخل کلاس آرتیکل توی این قسمت و یه متغیر پابلیک انتخاب کنم. تو قسمت متد سازنده یا کنسترکت بیام و اون مسیج من رو که دارم توی اون تگ به وجود میارم به عنوان پارامتر به این متد سازنده بفرستم و بگم داره مسیجم رو برابر قرار بده با اون پارامتری که داره ارسال میشه. خب با این شکل ما میتونیم مقدار رو داخل این مسیجمون قرار بدیم و مطمئنا وقتی رندر میشه و اون رو به صفحه آرتیکل میفرسته توی این قسمت ما دیگه اون پارامتر رو داریم و میتونیم با یه رفرش ببینیم که نتیجه دوباره به همون صورت داره به ما برمیگرده. و من اگه بیام توی این قسمت و این قسمت رو تغییر بدم ببینیم که دقیقا این تغییره اینجا به وجود میاد و به درستی داره کار میکنه. خب علاوه بر این ما میتونیم متغیرهامون رو هم توی این اتریبیوت قرار بدیم و بخوایم اون رو به کامپوننت ارسال کنیم و اونجا بخوایم اون رو نمایش بدیم. به چه صورت میتونیم این کار انجام بدیم؟ من میام اینجا و داخل روت خودم به صفحه پروژکت خودم میام از این روش استفاده میکنم و این نیمی رو ارسال میکنم به فرض مثال علی و بعد میام توی این قسمت متغیر نیمم رو اینجا میتونم بیام و با کمک دستور اکو دالر نیم توی اتریبیوت مسیج من بریزم و توی کامپوننت خودم بیام و این البته توی این کلاس میاد مسیج رو دریافت میکنه و اون میفرسته به مسیجی که اینجا توی کلاس تعریف شده و این چیزیه که ما اینجا اونو میخونیم و میتونیم توی خروجی نمایشش بدیم. اما خب اومده بلید و این شیوه رو برامون راحت تر کرده. این شیوه قدیمی بود که ما انجام میدادیم. الان دیگه نیاز به این که ما بخوایم اکو کنیم من میام مستقیما اون رو به این شکل اینجا قرار میدم و کافیه که قبل اتریبیوت مسیج خودم نقطه قرار بدم و میاد دقیقا اون کار رو انجام میده و اون متغیری که من تعریف کردم فرستادم به این صفحه رو داخل مسیج من قرار میده و میفرسته به کامپوننتی که مورد نظرمون هست و دقیقا دوره همون خروجی رو ما برمیگرده. برای اینکه در کنار این متغیر که فرستادیم و اینجا نمایش دادیم بخوایم از روش قبلی استفاده کنیم و در کنارش یک تایپ رو هم بفرستیم واسه این صفحه به عنوان یک استرینگ alert رو من اینجا برش در نظر میگیرم به فرض مثال و میگم توی این کلاس بیا یک پارامتر دیگه ایجاد کن برای من به عنوان دالر تایپ و اینجا هم میام یک دالر تایپ رو به وجود میارم و میگم دالر دیس تایپ هم رو مساوی قرار بده با دالر تایپی که دارم از اونجا میگیرم. بعد میام توی این قسمت و میتونم بیام چک کنم که داره تایپ من رو برمیگردون یا نه. میام اینجا دالر تایپ خودم رو صدا میزنم. در کنار علی میبینیم که آلرت من برمیگردونه. پس من میتونم بیام اینجا توی این کلاس و بیام به این روش که پایین قرار دادم اون تایپ خودم رو بخونم داخل این کلاس قرار بدم
اما خب چون کلاس استایل آلرت رو ندارم، من دستی این بالا میام یک تگ استایل رو ایجاد میکنم و میگم دات آلرت من استایل های وید 100%، یه بکگراند رد و یه پدینگ یک رم رو به خودش اختصاص بده که اینجا برای ما چون آلرت داریم به عنوان یک استایل کلاس قرار میده و برای ما اینجا عمل میکنه و میبینیم که توی خروجی هم یه همچین استایل رو به عنوان آلرتمون برای مسیجمون قرار میده. اگه یه موقعی برای تعریف اتریبیوتمون از دو کلمه پشت هم مثلا تایپ داش آیتم استفاده کردیم و اون آلرت رو فرستادیم، توی کلاس میتونیم به این شکل هم بیایم و دلار تایپ آیتم رو بسید چسبیده دو کلمه رو به هم میچسبونه و هیچ اروری هم نداره، میتونیم اون رو داخل تایپمون قرار بدیم و توی کامپوننتمون رو بخونیم و دقیقا میبینیم که همون خروجی برای ما برمیگردونه. اما اگه من از دلار آیتم با آی حروف کوچیکش استفاده کنم، اینجا هم ارور PHP رو به ما میده که میگه این کلمه رو نمیشناسه و هم اینجا برای ما تو خروجی ارور برمیگردونه که همچین چیزی رو اصلا به عنوان پارامتر نمیشناسه و توی ورودیش دریافت نخواهد کرد. اما اگه تو کلاس کامپوننت آرتیکلمون به فرض مثال نمیخوایم داره تایپمون رو در معرض دید کامپوننت قرار بدیم و بفرستیم به این صفحه، میتونیم اینجا بیایم و براش یه دلار البته از نوع پروتکتد قرار بدیم و یک دلار accept رو اینجا تعریف کنیم و اون رو مساوی قرار بدیم با اره تایپمون که اینجا دیگه جز تایپمون بقیه مقادیر رو بفرسته به صفحه و اینجا دیگه اون تایپمون رو نمیفرسته به صفحه و اینجا توی خروجی هم برامون undefined variable تایپ رو در برمیگردونه که میگه توی این صفحه اون تایپ رو نداریم. برای مواقعی که میخوایم فقط تایپمون توی همین کلاسمون باشه و نمیخوایم به کامپوننت آرتیکل بفرستیم، میتونیم از این روش هم استفاده کنیم. ما میتونیم توی این کلاس بیایم و از متد ها هم استفاده کنیم. من حالا این رو برمیدارم که از تایپ بخوایم استفاده کنیم، میام اینجا یک پابلیک و فانکشن رو به وجود میارم اسم کلاس تایپ به این صورت و میام داخل اون فانکشن یه شرط رو قرار میدم، میگم اگر $this تایپ من مساوی بود با string alert ریترن کنه فرضاً کلمه background red رو و به صورت دیفالت هم اگه همین شرط برقرار نبود ریترن کنه background green رو. میخوایم بک‌گراند رو تغییر بدیم که ببینیم به چه صورت این فانکشنمون کار میکنه. اینجا هم میام به همون شیوه قبلی تایپ رو برمیدارم و میرم توی $this تایپ این کلاس و براش شرطی رو قرار دادم که اینجا کلاس تایپمون رو برگردونه و میام توی این قسمت این رو از حالت تایپ آیتم در میارم، آلرت رو میفرستم و توی کامپوننت خودم به جای اینکه داره تایپ رو اینجا قرار بدم داخل کلاس میام و اون فانکشن رو قرار میدم. فقط دقت داشته باشین که حتما قبل اسم متدمون یه دلار رو قرار بدیم و بعد کلاس تایپمون رو اینجا قرار میدیم و حتما هم باید چون فانکشن هست پرانتز با اصلا قرار بدیم که اون بشناسه توی کلاس کامپوننت آرتیکل که به عنوان یک متد تعریف شده اون متد رو اجرا میکنه. استایل دیگه هم در نظر میگیرم، بهش میگم background dash red و background dash green که از اینجا بیاد استایل هامون رو بخونه و توی کلاس قرار بده. خب اینجا هم گرین رو به این صورت میام تعریف میکنم. خب حالا توی خروجی برای اینکه ما اینجا توی مقدار تایپ به اون مقدار آلرت رو فرستادیم توی کلاس آلرت رو دریافت میکنه و توی $this تایپ که اینجا توی کلاس تعریف شده قرار میده و اینجا توی این فانکشنه بررسی میکنه که $this تایپ اون اگه آلرت باشه بک‌گراند رد رو برمیگردونه، در غیر این صورت خب به صورت دیفالت بک‌گراند گرین رو برمیگردونه. خب من چون اینجا آلرت رو داشتیم قطعا توی خروجی
قرمز رو برمیگردونه و من اگه بخوایم اینجا آلرت رو بردارم و به جاش از کلمه ساکسس استفاده کنم، برای من تو خروجی می‌بینی که بک‌گراند سبز رو برمیگردونه. ما تا اینجای کار تونستیم به کامپوننت هامون متغیر رو بفرستیم، استرینگ رو بفرستیم و فانکشن رو برای کلاس کامپوننتمون ایجاد کنیم و بخوایم دستورات رو توی این متد قرار بدیم و توی کامپوننتمون اجرا کنه. وارد جلسه بعدی میشیم و بقیه مباحث رو با هم کار میکنیم. تا جلسه آینده، خدا نگهدارتون.